استاد همین یک 2 سال پیش مقصد ما مایده تر بودیم، 16 ساله بودیم، حاضر الحمدلله 18 ساله هستیم. ما پیش مقصد یگام چی از مگزین ها میدوزیدیم یا که یگام جدا یگام چی میخوردیم پولش نمیدادیم میگریختیم. همین چی خیلی حاضر مقصد آدم رو دیگه نمیویم چی خیلی ویرا چی کنیم ده برگردونیم. همون مقداری دزدی که کرده تقریبا حساب میکنید. مثلا همگی دزدی هاتون اگر جمع کنیم $1000 می شود یا نه نمی شود، $500 می شود یا نه ممکن شود نمیدونم گوید هم $500 حساب میکنید و از نام همون دزدی هایی که کردید از مالی که گرفته باشید بین خودتون و بین الله تعالی میگید که الله این اون پول برای آن آدمایی که من وقتی بود مالی آنها رو نفهمیده دزدی کردم، روز قیامت ثواب همین پول ها به صاحبان مال رود. میگوید بعد روز قیامت اونا دعوا میکنن که همین آدم مال ما رو دزدید، بعد الله تعالی بین شما حکم میکند، یعنی همون ثواب های صدقه کردگیتونه با آنها میدهد و این یک نوعی خلاص خوردن از حق آدم ها هست.